آیا میدونستیم که اسرائیل روزانه 366 بار توی صورت ما نگاه میکنه؟ فکر میکنید وقتی نوبتمون بشه قراره چجوری جلویمون ظاهر بشه و اون موقع دقیقاً چه حسی داریم؟ یا اینکه این فرشته ای که جون آدم ها رو میگیره قراره جون خودش چجوری گرفته بشه؟ میخوام براتون از اسرائیل بگم، چون میدونم در موردش خیلیا کنجکاو هستن و میدونم از شنیدن چیزایی که قراره براتون بگم شوکه میشین، مخصوصا صحنه مواجهه شدن پیامبرها با اسرائیل و گفتگوهاشون خیلی جالبه. احتمالاً همتون از بین 4 فرشته اعظم بیشتر از همه اسرائیل رو میشناسید. حتی فکر این که اسرائیل روزی 366 بار از جلومون رد میشه موهای تن آدم رو سیخ میکنه. یعنی وقتی ما درگیر گرفتاری‌های روزمره خودمون هستیم و اصلاً حواسمون هم نیست، در طول روز 366 بار با اسرائیل روبرو میشیم. وظیفه اسرائیل گرفتن جون آدم هاست و به همین خاطر با ترس اسمش رو به زبون میاریم، چون انسان به خاطر طبیعت انسان بودنش از مردن میترسه. وقتی خداوند متعال به اسرائیل مسئولیت گرفتن جان انسانها رو داد، اسرائیل نگران شد و به خدا گفت نکنه به خاطر این کارش همه بهش بدبین بشن، ازش نفرت داشته باشن و باهاش قهر باشن. خدا هم بهش گفت برای بنده هم بیماری های مختلف، حوادث و بلایا و مصیبت ها رو نازل میکنم تا از تو به خاطر گرفتن جونشون شاکی نشن. واقعا هم اینجوریه که وقتی بلایایی سرمون میاد یا مریض میشیم و یا دچار مصیبتی میشیم، وقتی نوبتمون میشه فقط با یک اتفاق اسرائیل جونمون رو میگیره و هیچکی از دست اسرائیل ناراحت نمیشه. کلاً به خاطر بلاهایی که سرمون میاد اسرائیل رو فراموش میکنیم. در واقع وظیفه اسرائیل مسئولیتی الهی و زیباست. معنای واقعی مرگ اینه که مرگ پایان زندگی نیست و وظیفمون توی این دنیای موقت تموم میشه و به عالم ابدیت میریم و آشنایان و نزدیکان و کسانی که دوستشون داریم رو دوباره ملاقات میکنیم. از دست سختی ها و بارهای این دنیا خلاص میشیم و به آرامش ابدی در محضر الهی میرسیم. اگر از این دید به قضیه نگاه کنیم میفهمیم که وظیفه اسرائیل رحمت بزرگی از طرف خداست. انسان‌ها موقع اومدن به این دنیا با گریه میان و موقع ترک این دنیا هم بازماندگانشون اونها رو با گریه بدرقه میکنن. ولی خیلی خوبه که بدونیم مرگ پایان زندگی نیست و از مردن نترسیم. دلتون میخواد بدونین که وقتی نوبتمون میشه و اسرائیل برای گرفتن جونمون میاد چه اتفاقایی میفته؟ بهترین مورد واسه درک این موضوع ملاقات پیامبر با اسرائیل که در زمان معراج پیامبر اتفاق افتاد. وقتی جبرئیل پیامبر رو به معراج برد، پیامبر اونجا اسرائیل رو دید و از جبرئیل پرسید که این کیست؟ جبرئیل هم گفت که فرشته مرگ و اسمش هم اسرائیله. اسرائیل و نگهبانان جهنم هیچ وقت لبخند نمیزنن. برو جلو و بهش سلام کن. پیامبر با اسرائیل سلام علیکی کرد و ازش پرسید جایگاه تو اینجاست؟ اسرائیل هم گفت بله، از وقتی خداوند متعال من رو آفریده اینجا ساکن هستم و تا روز قیامت هم همینجا میمونم. پیامبر دوباره ازش پرسید شما که اینجا ساکن هستی پس چجوری جان انسانها رو میگیری؟ اسرائیل گفت خداوند این جایگاه رو برای من تعیین کرده و 5000 فرشته رو تحت فرمان من درآورده. وقتی روی زمین بنده ای وقت مرگش فرا میرسه و رزق روزیش قطع میشه 40 تا فرشته رو سراغ اون بنده میفرستم. این فرشته ها اول دور تا دور اون بنده حلقه میزنن و وارد بدنش میشن و روحش رو محاصره میکنند و بعد شروع میکنن روح رو از نوک انگشتان اون بنده خارج میکنن. روح رو تا آرنج دست ها میارن و بدن بیجان رو برای 1 ساعت به حال خودش ول میکنن و بعد از اینکه این 1 ساعت گذشت این دفعه روح طرف رو تا ناف فرد میکشن و دوباره بدن نیمه جان رو 1 ساعت ول میکنن و دفعه بعد روح رو تا گلوی بنده میارن و بعدش خیلی راحت روح رو از بدن خارج میکنن. وقتی روح از بدن خارج میشه چشمهای اون فرد بی حرکت میشه. اسرائیل اینها رو به پیامبر گفت. اگه یادتون باشه دهه 90 فیلمی به اسم روح ساخته شد. هر وقت درباره گرفتن جان انسان‌ها چیزی میشنویم صحنه‌هایی از این فیلم میاد توی ذهنمون که فرشته‌ها روح رو از بدن خارج می‌کردن.
توی این فیلم انسان‌هایی که در طول زندگیشون آدم‌های خوبی بودن، روحشون با آرامش و خیلی راحت از بدنشون خارج می‌شد و اونهایی هم که توی دنیا آدم‌های بدی بودن، روحشون خیلی سخت و وحشتناک از بدنشون جدا می‌شد. وقتی بچه بودم این صحنه‌ها رو نمیتونستم نگاه کنم. درباره جدا شدن روح از بدن توی دین اسلام هم چیزهای مشابهی گفته شده. بعد پیامبر دوباره از عزرائیل میپرسه از کجا میفهمین وقت گرفتن جون یک بنده فرا رسیده؟ عزرائیل میگه هر انسانی توی آسمون 2 در داره و از یکی از این درها رزق و روزی بنده نازل میشه و از در دیگه هم عمل بنده اوج میگیره. هر کدوم از برگ‌های درختی هم که توی سمت چپت میبینی مال یک انسانه. وقتی مرگ اون انسان نزدیک میشه، اون برگ کم کم زرد میشه و در نهایت جلوی در رزق و روزی اون انسان میفته و دقیقاً همون زمان مرگ اون انسانه. پیامبر در حین این صحبت‌ها صورت عزرائیل رو نمیدید و ازش میخواد که صورت واقعیش رو بهش نشون بده، چون میخواست بدونه که صورت واقعی عزرائیل چجوریه. وقتی عزرائیل خواسته پیامبر رو اجابت کرد و صورتش رو به ایشان نشون داد، درست مثل این بود که عزرائیل دنیا رو بین 2 انگشتش گرفته بود و از دیدن عظمت صورت عزرائیل قلب پیامبر نزدیک بود از جاش در بیاد. گفته میشه که این صحبت پیامبر با عزرائیل آخرین صحبتش نبوده. 10 سال بعد از این دیدار عزرائیل برای گرفتن جان پیامبر میاد و گفتگوی قبل از مرگ پیامبر با عزرائیل هم خیلی جالبه. پیامبر همراه با اصحاب و همسر و دخترش توی خونش جمع شده بودن و پیامبر بیمار و ناتوان شده بود. عزرائیل به فرمان خدا برای انجام وظیفش به شکل یک بادیه نشین در خونه پیامبر رو زد. اول چون نمیشناسنش به داخل خونه راش نمیدن و بعد از اینکه پیامبر میفهمن که این فرد به ظاهر بادیه نشین خود عزرائیل، به اصحابش میگه که ایشون رو با عزرائیل تنها بذارن و عزرائیل میاد داخل خونه. عزرائیل حین ورود به خونه به پیامبر میگه که خداوند بهتون سلام رسون و اگه اجازه بدین اومدم امانتی رو پس بگیرم. جالبه با اینکه عزرائیل از طرف خدا اختیار تام برای گرفتن جان پیامبر رو داره، ولی باز هم از ایشون اجازه میگیره. پیامبر که میدونه دیگه فرصتی براش باقی نمونده، یکم به خودش میپیچه چون نگران امتشه. جبرئیل هم در این صحنه ها حضور داره. پیامبر از جبرئیل سوال میکنه و جبرئیل هم به پیامبر دلداری میده که نگران امتتون نباشین. خداوند همه گناهان امت شما رو میبخشه اگر فقط مشرک نشن. و پیامبر بعد از شنیدن این حرفا خیالش راحت میشه و جبرئیل به پیامبر میگه آسمونها برای ورودتون آماده شدن، درهای بهشت براتون باز شده و فرشته ها منتظر اومدن شما هستن. و پیامبر به عزرائیل میگه امانتی رو بگیر. آیا تا به حال شنیدین وقتی که عزرائیل سراغ بقیه پیامبرها رفته چه اتفاقایی افتاده؟ اتفاقایی که واسه هر پیامبری پیش اومده خیلی جالبه. خب بیاین از حضرت ادریس صحبت کنیم. حضرت ادریس انقدر قشنگ حرف میزد که حتی فرشته ها هم برای شنیدن صداش می اومدن. حتی خود عزرائیل هم یک روزی اومد تا صدای حضرت ادریس رو بشنوه و حضرت در همین موقع با عزرائیل آشنا شد. حضرت توی این دیدار از عزرائیل چیز عجیبی خواست. گفت ممکنه یک بار جونم رو بگیری و دوباره بهم پسش بدی؟ خیلی کنجکاوم که ببینم وقتی روح از بدن خارج میشه چه حسی به آدم دست میده. عزرائیل هم از خداوند اجازه میگیره و خواسته حضرت ادریس رو قبول میکنه و روحش رو از بدنش جدا میکنه. این تجربه برای حضرت ادریس خیلی عجیب بود، ولی چند تا چیز دیگه هم از عزرائیل خواست. میخوام به بهشت و جهنم برم. این خواسته های حضرت ادریس هم اجابت شد. عزرائیل اول ادریس رو به جهنم برد و بعد هم به بهشت. ولی قبل از ورود به بهشت عزرائیل بهش هشدار میده که بعد از رفتن توی بهشت ممکنه اصلا نخوای بیرون بیای. حضرت ادریس هم میگه نگران نباش، بعد وارد بهشت میشن و بعد هم بیرون میان. ولی حضرت بعد از خروج به عزرائیل میگه کفشم رو توی بهشت جا گذاشتم. عزرائیل میگه باشه کفشت رو برات میارم، ولی حضرت ادریس اصرار میکنه که خودم میخوام کفشم رو بیارم.
دوباره وارد بهشت میشه. همونطور که اسرائیل بهش هشدار داده بود، حضرت ادریس دلش نمیخواست از بهشت بیرون بیاد. اسرائیل هم به خداوند گفت پروردگارا، این بنده تو نمیخواد از بهشت بیرون بیاد. خداوند هم دلیل این موضوع رو از حضرت ادریس میپرسه و حضرت هم میگه خدایا، همه موجودات قراره بمیرن، من هم مردم و همه حتی برای یک بار هم که شده وارد جهنم میشن. من به جهنم هم رفتم و هر کی وارد بهشت میشه نمیخواد از اونجا بیرون بیاد. من هم وارد بهشت شدم و دلم میخواد همینجا بمونم. خدا هم خواسته حضرت ادریس رو پذیرفت و حضرت ادریس بدون اینکه واقعاً بمیره توی بهشت او داره اونجا زندگی میکنه. مورد دیگه اتفاقیه که بین حضرت سلیمان و اسرائیل افتاده. روزی یک شخصی که خیلی ترسیده بود به محضر حضرت میاد و ازشون کمک میخواد. حضرت سلیمان میگه مشکل چیه؟ اون شخص هم میگه امروز اسرائیل رو دیدم و خیلی بد نگاه میکرد و بعد یهویی گذاشت و رفت. فهمیدم حتما میخواد جون منو بگیره. حضرت سلیمان بعد از شنیدن این قضیه گفت چه کاری میتونم برات بکنم؟ آدمی که ترسیده بود میگه ای حضرت سلیمان، شما که به سنگها، کوهها، باران و حیوانات و باد حکومت میکنی، اگر امر کنی بادی بیاد و اون باد منو بردار و به هندوستان ببر و اسرائیل دیگه نتونه منو پیدا کنه. حضرت سلیمان با اینکه میدونست چاره کار این نیست، با این حال خواسته اون شخص رو برآورده میکنه و به امر حضرت باد شدیدی اون مرد رو بر میداره و به هندوستان میبره. غروب میشه و دور و بر حضرت سلیمان شلوغ میشه. بین این جمعیت اسرائیل هم حضور داشته. حضرت وقتی اسرائیل رو میبینه ازش میپرسه ای اسرائیل، امروز یک نفر ازم تقاضایی کرد، فکر کنم تو جلوش ظاهر شدی و بهش با حالت بدی نگاه کردی. اسرائیل میگه من بهش بد نگاه نکردم، با تعجب بهش نگاه کردم. حضرت میپرسه چرا با تعجب نگاهش کردی؟ اسرائیل میگه وقتی اینجا دیدمش خیلی تعجب کردم، چون میدونستم قرار جونش رو امشب داخل هندوستان بگیرم و وقتی اینجا دیدمش در عجب بودم که چجوری قراره چند ساعت بعد توی هندوستان ببینمش. با توجه به یک حدیث شریف بین حضرت موسی و اسرائیل هم ماجرایی اتفاق افتاده. وقتی واسه اولین بار این حدیث رو میشنویم واقعا تعجب میکنیم که چطور همچین چیزی ممکنه. میخوام نظر عالمان اسلامی رو هم درباره این حدیث شریف بهتون بگم، ولی اول ببینیم که اصلا این حدیث شریف چی میگه. فرشته مرگ یعنی اسرائیل برای گرفتن روح حضرت موسی میره و حضرت هم وقتی اسرائیل رو میبینه بهش سیلی میزنه و یک چشم اسرائیل در میاد و اسرائیل برمیگرده به محضر خداوند و میگه پروردگارا، منو سراغ بنده‌ای فرستادی که نمیخواد بمیره. خداوند به اسرائیل چشمش رو دوباره میده. وقتی واسه اولین بار یک همچین چیزی میشنویم با خودمون میگیم مگه ممکنه همچین چیزی حقیقت داشته باشه؟ چطور ممکنه که پیامبر خدا با فرستاده خداوند درگیر بشه؟ عالمان اسلامی این موضوع را از جنبه‌های مختلفی بررسی کردند. یک نظریه میگه که اسرائیل موقع گرفتن جان انسان‌ها در قالب انسان ظاهر میشه. موقع برخورد با حضرت موسی، حضرت اسرائیل رو نمیشناسه. درست مثل وقتی که اسرائیل برای گرفتن جان پیامبر اسلام رفت، چون در لباس بادیه نشینان رفته بود، کسی از اصحاب نشناختنش و توی خونه راهش ندادن و بعد از اینکه دوباره تلاش کرد پیامبر صداش رو شنید و فهمید کی اومده. یعنی یه عده از عالمان اسلام معتقدند که علت برخورد شدید حضرت موسی با اسرائیل به دلیل نشناختنش بوده. یک نظریه دیگه هم هست که میگه فرشته‌ای که برای گرفتن جان حضرت موسی اومد خود اسرائیل نبود، بلکه یکی از فرشتگان خادم اسرائیل بود. درباره بقیه نظریه‌های مربوط به قضیه خودتون هم میتونید تحقیق کنید. آیا کنجکاو نیستید که بدونید جان خود این فرشته‌ای که فرشته مرگه قرار چجوری گرفته بشه؟ خداوند متعال قرار جان اسرائیل رو بگیره. یک روزی میشه که اسرائیل جان همه رو گرفته و فقط خود اسرائیل و خداوند متعال باقی موندن و دیگه هیچ کی نمونده. خداوند به اسرائیل میگه ای فرشته مرگ، چه کسی از مخلوقاتم مونده که جانش گرفته نشده؟ تو مزه مرگ رو به همه فرستاده هام، پیامبرهام، بنده هام و غیره چشوندی. به غیر از من همه محکوم به فنا هستن. الان هم نوبت توه. دست راستت رو زیر گونه راستت بذار و بین بهشت و جهنم بخواب و جونت رو پس بده.
اسرائیل هم از فرمایش خداوند اطاعت میکنه و میمیره. فقط خداوند باقی میمونه. خداوند با صدایی بلند میگه من قادر مطلق هستم و کجاست اون پادشاهان؟ کجاست اون رهبران ظالم؟ از هیچ کس صدایی در نمی